چرا پیدا نمیشه؟ به خدا یه نفر گفته بود راجع به نگهداری از خرگوشا بساز، منم گفتم چشم، الان اومدم بسازم کامنتش نیست. رفیق هر جا هستی فقط در جریان باش که من سر قولم موندم. خرگوشا با اختلاف خیلی زیاد بعد گربه‌ها کیوت ترین حیوانای دنیان. با من بس نکن، اول گربه است بعد خرگوش. این که تو سگو بیشتر دوست داری سلیقه خودته، همین که هست. از اونجایی که اینا خیلی گوگولیان، خیلی ها دوست دارن خرگوش نگه دارن، هرچند الان آدما دارن از زرافه تا ببر و حیوان خونگی میکنن. ولی خب نگهداریش اونقدر هم ساده نیست، سخت هم نیست. برای کسایی که آپارتمان دارن عالیه، هم گوگولیه، هم سر صدا نداره، هم نگهداریش اونقدر سخت نیست، هم اولین چیزی که برای خرگوشت لازم داری اینه که باید براش یه قفس بزرگ بخری. اوکی میدونم میذاری از قفسش بیاد بیرون تو خونه بچرخه، بازی گوشی کنه، بپره این ور اون ور، ولی اینا دلیل نمیشه که قفسش قد سوراخ موش باشه. قفس خرگوش باید اونقدی باشه که بتونه راحت توش جنب و جوش داشته باشه. اگرم قفس بزرگ براش گرفتی دیگه دلیل نمیشه که نذاری بیاد بیرون بازی کنه. اون خرگوش حداقل روزی یه بار باید از قفسش بیاد بیرون و بدو این ور اون ور بازی کنه. اگرم خودت بتونی باهاش بازی کنی که دیگه خیلی بهتر. در واقع اینجوری خرگوشت داره ورزش میکنه. تازه پیپیاش هم هر روز باید تمیز کنی. دیگه حداقل 2 روز یه بار تمیز کن دیگه. اون حیوان بدبخت که خودش نمیتونه پیپیشو ورداره بریزه بیرون. وظیفه تو دیگه. حیوان خونگی میگیری باید مسئولیتش هم قبول کنی. والا حیوان بدبخت تو گند و گوه زندگی کنه به خاطر اینکه تو تنبلی، خجالت بکش. ببین خرگوش پرنده نیست که همه جا آماده به شلیک باشه. شعورش میرسه. اگه یه جای گوشه قفس براش درست کنی همه ریدناشو میبره اونجا. زیر قفس حیوانت هم باید نرم باشه. اگه بتونی ساقه گندم پیدا کنی بریزی زیرش خیلی عالیه. اگه نبود پوشال کولر هم جوابه. تغذیه‌اش هم که خرگوش گیاهخواره دیگه. هر میوه سبزیجاتی خودتون میخورید یه ذره‌ش هم به اون بنده خدا بدید. تفلی و نبندی به هویج و کاهو. خرگوش باید تنوع غذایی داشته باشه. اون وسط مسطا باید گندم و جو و این چیزا هم بدی که پروتئین بدنش تامین بشه. ذرت هم خیلی خوبه. یه جا نوشته بود موز و توت فرنگی اینا گیر خودمون به زور میاد. یه جای خوابم واسه خرگوشت میخواید. واسه ظرف غذاش هم میتونی یه ظرف بزرگ سنگین برداری. البته نه انقدر بزرگ که خودش توش جا بشه. یه ظرفی که فقط نتونه تکونش بده. با یه دونه از این بطریابایی که همسترا ازش میخوره میکیا. اگه احیانا با اونا حال نکرد باید یه دونه دیگه همون ظرف غذا بگیری واسه ظرف آبش. اون طفل معصوم اسباب بازی هم میخواد. اگه قصد جدی داری واسه خرگوش گرفتن اینا رو هم در نظر داشته باش که باید حواست همیشه به تغذیهش باشه. اگه ولش کردی تو خونه بچرخه دیگه نیم ساعت نکنش تو قفسش دیگه. بذار حداقل 2-3 ساعت رو بازی کنه. بچه افسردگی میگیره. اگه سر کار میری و هر روز خرگوشت دور میشی مطمئن شو که خانوادت در غیاب تو خون به جیگر اون خرگوش نمیکنن. اگرم داری خرگوشو با بچه‌هاش میخری حتما از صاحب قبلیش بپرس که روتین زندگیشون و روابط مادر فرزندیشون چه شکلیه. موقع خرید خرگوش هم باید حواست باشه که گوشش تمیز باشه، بو نده، بیماری پوستی نداشته باشه، پرتحرک باشه، زیاد بپره این ور اون ور. دیدی میگن بچه اگه شیطنت نکنه یعنی سالم نیست مریضه. این خرگوش هم همینه. اگه شیطنت نکنه یعنی مریضه. یهو میبینی یه سری خرگوشایی هستن از مادر خودشون هم میترسن. اونا خیلی سخت با شرایط وقف پیدا میکنن. اینم حواستون باشه که دندونای خرگوشه خراب نباشه، ریزش مو نداشته باشه، آبریزش بینی نداشته باشه. طرف اگه برگشت گفت ریزش مو عادیه، نه تا یه حدی، ولی خب نه دیگه. بعد اینکه همه چیزو اوکی کردی و خرگوشتو خریدی و آوردی خونه، خلاصه همه چیزایی که برای بعدش پیدا کردم این بود که بهش زور نگو. همون اول کاری در و پیکر رو ببند، ولش کن تو خونه، بذار با محیط جور شه، ارتباط بگیره باهاتون، بشناسه. به زور نکنش تو قفس یا به زور از قفس نکشش بیرون، یا اگه هویج انداختی جلوش نمیخوره به زور نکن تو حلقش. اگه ولش کردی و همون اول کاری رفت یه گوشه‌ای کز کرد، با چوب نیفت دنبالش، بذار بفهمه اون محیط امنه. یخش باز بشه بنده خدا خودش میدوه این ور اون ور بازی میکنه. لازم نی تو پرتش کنی این ور اون ور. همین دیگه. نه من یادم رفت بگم، تو یادت نره این چیز خرگوش جونده است. یه موقع سیم میمینا نذاری جلوش. مطمئن شو که
چیز خطرناک دم دستش نباشه میجوه ها. اگرم خیلی پولدار و لاکچری و خفنی واسه خرگوشت یه دامپزشک جور کن. کی به کیه؟ ما از نداری دکتر نمیریم خرج نیفته رو دستمون. این میخواد واسه خرگوشش دکتر شخصی بگیره. نگاه کن تو رو خدا یا این بوده عدالتت؟ تا ویدیوی بعد یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.